جناب چه میگویی؟ جناب آدمانمون آمدند، خائنان دهه گذر چرا آوردند؟ سنان هم آید. ساعتهای با شمارت مانده است دکتر. از همه خوبش تو را با سنان میسپارم. فرید زودتر. واه 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 واه، یعنی همین ها بر ضد تشکیلات مبارزه میبرند. بله جناب. حالا هم نشسته اید کنی خرزید. تو کیستی؟ من معلم دهه گذشته. خوب خیلی خوب. کنی تو کیستی؟ یا اینکه تو هم معلمی؟ من امام دهه گذشته. خیلی خوب. یعنی فریب دهنده های مردم شمایید. در بیناتان فقط یک دکتر نمیرسد. حالا این دکتر است. همتان یک رو هستید. یکیتان تربیه میکند، دیگرتان تعلیم میدهد، بعد خواسته‌تان میشود. کمی دیگر منتظر شوید. سنان که آمد روزتان رو نشان میدهد. ها؟ فرهاد تو با در اومدگاه دیه رفته سنان رو پیش بازگیر. خوب شده جناب، با من بیا. شما از اینجا یگان جا نروید. اطاعت جناب. با من بیا. پسرونتون تماما خوندن و نوشتن رو نمیتوانند اپیهوین؟ نمیتوانم زینب. پدرشان آنها را به مکتب رفتن نمیماند. هیچ چیز را نمیدانند. شدنی مکتب رو خیلی وقت شد. درسهایمون هم خیلی پیش رفتند، اما هیچ گپ نه. من با آنها یاد میدهم. من قربانتم دخترم. خدا از تو راضی باشد. کنی بچه ها شما بسینو درآید. برای این کارتون با پدرم جواب بدهید. بس کن بکری، گپ نزن. معلمت را گوش کن. کنی دادرت را گوشه به درم درو. چرا پدرشون زیدی مکتب رفتنشون است؟ نمیدونم دخترم، نمیدونم. نمیخواهد. قربانتم زینب. کمکشان کن، یگان چیز یاد گیرند. مثل ما بی سواد نمانند. خودت میدانی که در این جاها کسی که نمیخواند و کار ندارد سلاح به دست میشود. راست میگوید. خوش آمدید سنان. خوش باشی فرهاد. همه اتان خوش آمدید. خوش باشه. بیادی بگوی جسدی کودک را برده با مادرش سپارند. خوب شده سینون. کودک را برید. کی مرده است؟ تیمور. های شده است بیچاره. چه واقعه شد؟ یا با مرگ خودش مرد؟ خانه های شما تیارند، بیایید رفتیم. بچه ها به خانه ها جا بجا می شوند. تو ما را به نزد سبا ببر. خوب شده سنان. تو میمان ها را جا بجا کن. خوب شده است. رفتیم. مرحمت سنان. شما رو برای آدمان رو تبابت کردنتون به اینجا آوردن؟ بله همینطور. کودک جناب سبو بیماری وزنین، او رو تبابت کردن میخواستم. آب دی آخر حنیفه، چی را انتظاری؟ آب دی آخر دادم فایده نکرد. این کودک نمیرد. جناب رو جیغ زنید. شما ما رو میشنوید؟
چه گپ؟ جناب رو جیغ زنید، او رو باید ببینم. چه جناب؟ جناب رو جیغ زنید میگویم، زودتر نمیفهمید. ای بس کن جناب من با نیست. او گپ دارم میگویم. ای بس کن تن این طرف گذر. من در اینجا آرام نشستن نمیتوانم. او به ما کمک زیادی کرده است. من در اینجا مرگی او را انتظار نمیشوم. مادر، از دست ما چی میآید؟ من به نزد جناب سبا میروم. ایستا زلال، صبر کن. جناب رو نمیشناسی، او یکان ذره رحم ندارد، به خدا تو را میکشد. مادر جان، شما چی کار میکنید؟ آرام شوید از برای خدا. پدر، چی میگویی شیوین؟ اکای حیات اومدند. اوه، خوش آمدی حیات. درباره دکتر معلومات جمع کردم آموزیکو. پدرش در وقتش در ده همون افسر شده کار میکرد. اهل و اولادش از کجا بوده است؟ اهل و اولادش از خفقو سرچشمه میگیرد. خوب، تشکر حیات، تشکر. تو بزدیدم آموزیکو. جناب فرمودن که درباره دکتر معلومات جمع کنم. خوب میشد اگر اولادش کرد می بود. رگو پیوندی او به قفقاز رفته میرسد. قفقازی هایی از که آمده رو کرد میگویند. این رو نمیدونی؟ نه خود ندانم این از کجا برآمد. همین طور است، لیکن آنها خودشان کرد بودنشان رو فراموش کردن. در اصل همشون کرد میباشند. شما رفته به جناب گویید که دکتر کرد است. تو چی ها میگویی دخترم زلال؟ من نمیتوانم. اگر جنابی سبا فهمد به خدا مرا ریزه میکند. تو هم شنیدی دکتر از اهل قفقاز بوده است. باز خوبتر، پدرش از قفقاز است میگویی. وقتی فرهاد با عزیز صحبت میکردند شنیدم. قفقازی ها فراموش کردند که در اصل کردهای قدیمه بودند. این طور باشد به جنابی سبا گویید که دکتر کرد است. احوال پسرتان خیلی بد شده است. یک روی نکنید. التماس اجازه دید او را تبابت کنم، وگرنه کودک میمیرد. جناب سبا، تو همین را با من گفتن میخواستی؟ با تو گفته بودم که پسرم را به دست ترک نمیدهم. استید، پسرتان در پیش چشمتون میمیرد. جناب سبا، این دشمنی را یک طرف گذارید. ترکم کردم، چی فرق دارد؟ باز نزدم ترکی بیست. پسرتون رو میکشید، میفهمید؟ پسرتون رو با دست خودتون میکشید. چی گپ است سینو؟ دختر بدر اون درا یکان نافهمی شده است سینو. با من یگان چیز گفتن نمیخواهی فراد؟ چی گویم سینو برادر؟ مثلا درباره خلطچه مواد مخدری تشکیلات. در این بارا شنیدم برادر. من باشم شنیدم که بار در دست تو بوده است. نه به خدا، کسی گفته باشد تهمت کرده است. مواد در کجاست فرهاد؟ خطا کردم. شریکت کیست؟ او هم از تشکیلات است ها؟ گبزان گبزان به ناموس، گبزان گبزان. تو چیکار کردی بدی؟ چرا از او گب نگرفتن زود پراندی؟ با کاری کرده این خواهی توقت کرده نتوانستم. بس خودم را داشتن نتوانستم. خواهین چی شد سینون؟ خواهین جزایش را گرفت. به دهه آبی کلان رو.
جسد را برده سپار. بیاد میرویم. زودتر راه گردید. رفتیم. من به تو وقتی آمدن بار و راهی آوردنش رو میگویم. گوش کن. از یک قسم بار از من است. من راضیم برادر. اگر به دست رفتی دانستم که من تو را نمیشناسم. اگر مرا فروختی سرت را میگیرم. اینش را هم فراموش نکن. من به تو گفته بودم. ایستد امکی زکو ایستد آخر. ممکن نیست. امکی زکو. جناب با چشمم ننما گفتم زکا. برو با بیرون پرتوید. در خصوص دکتر به جناب گفتنی دارم یک طرفیستی با سرده با سرده. بگذار گوید. کنی با ما چی میگوید؟ گپ زن. جناب با من گفته بودید که درباره دکتر معلومات جمع کنم. خیر. اهل و اولادی دکتر از قفقاز بوده است. باز چه گفتن میخواهی؟ گفتنی هم که قفقازی ها فراموش کردند که کردهای تغییر یافتند. یعنی اصلشون کرد است. این طور که باشد میدونید دکتر ما هم کرد است جناب. باور کنید جناب. یعنی که او کرد است. دکتر رو به نزدم بیاری باد. بچشم جناب. چی شد؟ خواطر نشو. آقای دکتر رها یافت. جناب با گفته هایم باور کرد. خدا را شکر. تشکرم اکیزکو. دکتر پسری جناب را معاینه می کند. برای انتظاریت حاجت نیست رفت. تو به دهت برگرد. میلش من میروم. لیکن شما با من گویید که دکتر چه حال دارد اکیزکو؟ او را ندیدم اما خواطر نشو. از این پس به خاطر کسی دست رساندن نمیتواند. سینان برادر خوش آمده. تشکر. خوش باشد. جنابی سبا در خانه است؟ بله در خانه. خب رفتیم. بیا دکتر. کنی بیا. پسرم با تو امانت است. او را تبابت کن. جناب سینان آمده است. من به نزد کودک میرم. بله تو به نزد بیرم رو. واه 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 واه. شما در اینجا چیکار میکنید آقای دکتر؟ نترسید. مرا جنوبی سبا فرستادند. خوش آمدید سینان. خوش باشید جنابی سبا. خوش آمدید. مرحمت گذارید. مرحمت. احوالش تماما بد است. التجا میکنم کمک کنه. اوه تبش بلند است. زود آب سرکه و دوکه بیارید. حاضر میارم. سینان لباس هایت را برو. براحت باش. مایل جنابی سبا. سینان آمد دکتر. میدونم. بهترش در اینجا بودنی من رو نفهمد. راست میگوید اما در پس همین دیوارند. اگر در رک شده در روید کسی او را نمیدارد. یگان خواهشی داری دکتر؟ نه میخواهم بیرم رو گرفته و نقطه طبی برم جنوبی سبا. سبب؟ دارو نیست. من در این شرایط به کودک کمک کردن نمیتوانم. داروها را حنیفه جمع کرده بود. میگویم با تو میارم. میشود دکتر؟ اما باید او را به نقطه طبی برم. نمیشود دکتر.
در همین جو در پیش چشمم میموند. فهمیدی؟ جناب برای رفتنتان اجازت نمیدید. پس چه روزی شد که کودک رو تبابت کنم؟ سببش خانم زلال است. خانم زلال؟ بیاید گذارید مادر جون. من به ده میروم دخترم. کمی دم گیرید بعد میروید. برای خودتون رو خیلی خاموش. دهانت را به کسی نکشو خدیجه. برات بودنی دختر را نباید کسی فهمد. خواطر نشوید مادر جون، به هیچ کس نمیگویید. آه دخترم. در کجا بودی؟ در کجا میگردی؟ عزیز مادرم اومدند. آمده باشند که کجا میگردی؟ با مادرم دیه رو نشون دادم. خوش آمدید نمیگویی عزیز؟ خوش آمدید و اما برای چی آمدید؟ برای خبرگیری. دخترم آمدم. او خوب است. هر وقتی که دخترتون به خاطرتان آمد میآید. با من این کارتان معقول نیست. خیر اکنون من روم خدیجه. سلامت باش. برای چی مادرم رو خفه میکنی؟ دمت را گیر. سببش را نمیدانی. مادری تو ضد تشکیلات است. او خائن است. در خانه من به او جای نیست. عزیز چی ها میگویی؟ مادرم از این کارها بیخبرند. چه خیل تشکیلات، چه خیل خواهین؟ بازگر میگردانی گوش کن. حاضر شلاق میخوری. بدرون درو. زودتر. که عزیز چی شده است؟ چی میخوایی؟ تیمور رو پروندم. نه خود. سیلودرونی رو به خونه اشون آوردم. چه خیل مرده است؟ دخترم چی در اینجا نشسته ای؟ کنی رفته خوراک را بیار؟ دخترم با کی میگویم؟ با تو میگویم رفته خوراک را بیار. مادرم در کجاست؟ حالا هم به من نگفته اید. دخترم تو حالا هم نمیفهمی ها؟ چند بار گفتم که نمیدونم. چند بار گفتم. مادرت مرد گفته دروغ گفتن میتوانید. پنهانی از همه زن گریستن میتوانید. اما در کجا بودنی مادرم را پرسم نمیدانید. زبانی تو دراز شده است. دهانم را پوش و رفته خوراک را بیار. نمیارم. خوراکتان را همان زنی گریفته‌تان بیارد. پیزبان دخترم اینجا بیا. پیزبان برگرد میگویم. پیزبان قیزبان جان چی میخوایی؟ السلام علیکم. ای چی میخوایی گفتن؟ السلام علیکم. اینش را فهمیدم. چی میخوایی؟ زود گپ زن. السلام علیکم. گوش کن الدا، قهری مرا نبیار. مرحمت خانم قیزبان. این چیست؟ به تو مکتوب نوشتم. خدایا توبه. برای چی؟ بسیار گفتنی ها دارم لیکن گفته نمیتوانم. من از همین سبب نوشتم. تو بعد این را خوان. قیزبان ها بوم. اینه خانوم من گفتنی خودش نمیدونه چی نشد. احمد داروهای پرتفته جناب همین هایند. تشکر. پسرم صحت می شود آقای دکتر؟ بخواستی خود صحت می شود. خواطر نشوید. یکی من و معلمی هست سینون. من آنها را دیدن میخوام جناب سبا. میبینید نمیگریزند. اول خوراک خوریم بعد میبینید. خماری است؟ دسترخوان تیار است جناب. مرحمت کنید. مرحمت. رفتیم بسر دسترخوان.
байрам бояд дору нӯшад. آب بیارم. майлаш, аммо ҳаво хунук аст. оби гарм биёред. فهمیدم آقای دکتر. مرحمت. با درون با این طرف گذارید. تشکر جناب سبا. تشکر. گذارید. خوب شد. مرحبا. کمی شما هم گذارید. مرحبا گذارید. شمی. سینان برادر، پسری جناب سبا بیمار است؟ بله، خیلی بیمار است. بیماریش گذرنده است. بیایید از اینجا برایید. سیمان، همه تو را انتظارم. دستانم را شستن میخواهم. زکا کمک کن. مرحمت سینان برادر. تو کجا شدی دکتر؟ ببخشید همین جایم. یک دورو از دستم تصادفاً افتید. بیا دکتر. مهمان داریم. یک جا خوراک میخوریم. تشکر جناب سبا. من در فکر پسرتانم. در اینجا او را توبت کردن غیر امکان است. байрам را باید به نقطه طبی بریم. این شرط است. اگر صحت شدن پسرتان را خواهید چاره دیگر نیست. خوب. اول مهمان ها را گسل کنم. بعد میفرمایم شما را میبرند. من خودم байрам را برده میتوانم. نمیشود دکتر. من هم دوست و دشمن دارم. چون بال خلطه او را به دست تو دادن نمیتوانم. خودت تنها نمیروی. کمی صبر کن. آدمانم شما را برده میمونند. مایلش. آفرین بهرام. بچه ها، من با طلبه های نوامون کار میکنم. شما باشید. چطوری که بهرام در تخته سینز نوشت با دفترهاتون کوچونید. به شما سپارش داده بودم که در دفترهاتم خطای راست کشید. من کشیده ایستادم معلمه. آفرین. تو چرا نکشیدی بکری؟ این چیز به من لازم نیست. تو چه ها میگویی بکری؟ پدرم گفتن که مکتب به ما یگان فایده نمیورد. خیز رفتیم. برای چیه کار؟ خیز گفتم. بکری صبر کن. بکری ایستید. بکری معلم زینب، چی میخوایی قزبان؟ مکتوب گرفتم اما خوندن نتوانستم. میخوایی اون رو من خوانم؟ بله. این مکتوب از کی بوده است؟ از زلدا. یک چوپان ابله هست کو. به خانم قزبانی پر قیمتم گفتنی دارم. پرنده به درخت شکست، ماهی به آب شکست، گوسفند به علف، بزها به کوه. من باشم به تو. معلوم می شود که الدا به تو عاشق شده است قزبان. یعنی او اظهار عشق کرده است. عشقش از سرش ماند. الدا لبه اینجا بیا. ها بیا زودتر. ها بیا مرا میخوایی؟ ها تو بیا زودتر. به فکرم مکتوبم را خوندی. ها به تو معقول شد؟ معقول شد. مگر معقول نمیشود؟ نخواد. در حقیقت قزبان. الدوی احمق، الدوی چوپان، تو خودت رو با کی برابر میکنی؟ ها؟ با کی برابر میکنی؟ انا با تویش. ها انا ایو شک نشده مور. قزبان.
عمرکی زکو. چی شد دکتر؟ خاموش. اونها حالا هم در درونند. بله. برای بیرم رو بردن شما را انتظارم. میدانم اما جناب حالا امر نداده است. نکا کجا شدی؟ همین جایم برادر. زکا اسیرها در کجا؟ در پایان در تهخانه اند آنها. بیا ما را با آنجا بر. خوب شده است. بیا زودتر. اشتیایتون با کجا مردن؟ سیر شدم جناب سبا. چه خیلی سیر شدی؟ مثل گنجیسکا رو خوردی. گفتم سیر شدم. این دختر کیست؟ نامش مجده. مثل او برا. مرا که میفرسته جناب سبا؟ صبر کن دکتر. صبر کن. انا اسیران سنان. کنی خزر از جاتون خزر. ایمان تو هستی؟ منم. گوش کن احمق، و تو چی فایده است که در بدر گشته ما را بد میکنیم و مردم را برزیدیم ما مشورانی؟ از جات جوندی. اینها را ایمانی من میفرماید. هممان مسلمانیم. خون کی را میرزانیم؟ برای چی؟ گوش کن دینی ما دینی مزدک است و اسلام ما را بعداً در آوردن. اکنون تو بر اینا همه را برزیدی ما مشورانید. چی؟ تو مسلمانی؟ از جات جنبستان. که بودنی اصلی تو رو نمیدانم، اما مردم اینجا از مسلمان بودنشون افتخار میکنند. جانت سر شده ای. میکشم تو را حیوان، میکشم حیوان، میکشم ابله، میکشم. از آن که با شما همکاری کنم مرگ را انتخاب میکنم. دمدراتی میکشم تو را. آخر نظر تو گناه ندارد. تو چه ها میگوی احمق؟ حالا نوبت به تو هم میرسد. تو خودت کیستی که با امام همراه شده ما را بد میکنی؟ من کسی را بد نمیکنم، لیکن این کار شما جاهلی است. اگر تو چنین گویی بد که به کوه میبراید که مردمی ما را محافظت میکند. خونریزی کردن مگر محافظت کردن است؟ به مردم دانش لازم است. با دانش مردم کار کردن را یاد میگیرند، قشاقی نیست میشود و وطنمان آباد میگردد. هممان در یک وطن آسوده زندگی میکنیم. دمدراتی چه در یک وطن میکشم از لعنتی، باز با من عقل یاد میدهی؟ نه با تو ابله میکشم، تو را میکشم. نه با تو ابله، نه با تو. پسر جانم، پسرک، پسر جانم. مادرم با چشم چور برای انتظار است. من از ده برگی نیزم. اگر با آنجا روید و مادرم بگوید که مرا انتظار نشود. بیا خیر
جانم ایستا نمیگریزی ایستا اینجا بیا سرت رو خم کن یعنی ایستا از ما نمیگریزی فهمیدی بکری تو چی کار میکنی ابله؟ ما بازی کرده ایستودیم پسرم این چه شوخی بوده است با سلاح شوخی میکنن مگر یا خدای توبه چرا شما رو معلم از مکتب جواب داد درسی برای ما جای نبوده است راست میگوید قبض ناخیر چرا خاموشی اکرم راست میگوید مادر جان انا شنیدید من راست میگویم او دروغ میگوید اپای هبین نه دخترم راستش رو گویم بکری از درس گریخت دادرش رو باشد بازاری برد بکری در این سین و سال خواندن ما چی لازم خواندن سین و سال ندارد بکری برای آیندهت باید خونی و شما چی رفته دیگران رو درس دهید من خواندن نمیخوام بکری بیادبی نکن این چه گپ زدن است آخر معلمت بکری چرا تو اینقدر بدقهری بر قصد کی میکنی مادرت و من خوبی تو رو میخواهیم از همه کاری خوب برای تو خواندن است از همه روحی درست هم همین است بس است از من چی میخواهید دف شوید از اینجا با من کاردان نشوید اصلا تو دف شو بیکار بیا اما بی آدم بی ایمان ظالم توبه استغفرالله خدایا توبه استغفرالله من با این بچه هایم چیکار میکنم زیق نشوید اپای هبین همراه یکون چورش رو میابیم آنها حالو خوردن چی گفتنشان رو نمیفهمند از این کودک ها کار خیر نمیبراید خوردهش کودک گپگیر است اما بکری چرا بکری این خیل است او با پدرش رفته است با فکرم او هم مثل پدرش آدمی تشکیلات میشود شاید پدرشان آمده باشد من یک بینم این آدم از تشکیلات است اپای هبین من با این آدمون روبرو شدم نمیخواهم بیا دخترم من تو را از در دیگر میبرم رفتیم لبایکا تو پسری فرهادی؟ بله پسرش مادرت نیست؟ تو بدم درو فرهاد در خانه نیست میدانم از این پس او دیگر نمی آید همدردیم را قبول کنید خاله جون مادر تیمور شمایید؟ خاله جون وقتی که تیمور جون میداد من در نزدش بودم میدونم دردتون رو زیاد میکنم اما ببخشید با تیمور وعده داده بودم گفتم که مادرت رو میوبم همه گفته هایت رو با اون میرسانم قربانت شدم با این چشمانت تیمورم رو دیدی با این دستانش رو داشتی
داشته بوی تیمور می آید کنی با من گو دخترم تیمور به تو چی گفت؟ گفت که با مادرم گوی که شیری دادش رو با من ببخشد و او فرزندی سزاوار شده نتوانستم. شیرم رو بخشیدم خانم رو صاحبی میکردی پسرکم چراغم را روشن نگاه می‌داشتی برای یک لقمه خودت را قربان کردی پسرکم. من اکنون چیکار میکنم؟ خودم تنها چیکار میکنم؟ با خانه پول میارم گفتن خودت را قربان کردی انا این آخرین پوله که به خانه آمد، پوله که بری ولی جانی تیمور شد جانی مادر به خاطر مادر خودت را قربان کردی پسرکم فدا کردی. برفین؟ برفین این منم خدیجه اپت رو نشناختی؟ شناختم. این چه احوال؟ در دستت سلاح نکند که تو هم به تشکیلات همراه شده باشی؟ من دور گرد با من نزدیک نشو. بیایید اکنون میرویم. آنها در گرد و اطراف گشت ایستادند. آخه جنابی سبا اجازه دادن چرا باید انتظار شویم؟ زودتر رفتن در کار. مایلش مژده در هیچ کجای نیست. در نزد اسیران مانده بود. در آنجا هم نیست. از آدمان مادری تیمور را پرسیده است. شاید به آنجا رفته باشد. او کی اطاعت کردن را یاد میگیرد؟ تو مردی دکتر. در دستم کودک از سینان. کنی بدرون راهگرد میگویم راهگرد. کودک را گذار و پای خودت آمدی. کودک را گذار تو مردی. به من خیانت کردی. تو مردی. تو چی کار میکنی سینون؟ دکتر خائن است جناب سبا. سینون دروغ میگوید جناب. بینید باز گپ میزند. ایست سینون، این کار رو نکن. حقیقت چنین است جناب سبا. سینون در زد و خورد زخم برداشته در دم مرگ بود. برای وجه او رسیت کردنم با او شرطنامه پنهانی بستم. سینون با ده و مکتب هجوم نمیکند، من باشم او را تبابت میکنم. اما از شرطنامه پنهانی ما کسی خبردار شده آوازه کرد که سینون به تشکیلات خیانت کرده است. از همین سبب سینون مرا کشتن میخواهد جناب سبا. این راست است سینون؟ دکتری احمق تو مردی. بیا شد سینون، رفتیم. بس کن، رفتیم. برو بیا گوش کن. اگر چنین شرطنامه باشد تو در حقیقت به تشکیلات خیانت کرده ای. دکتر دروغ میگوید. اینش رو نمیدونم. تا پسرم را صحت کردن دکتر با او دست نمیرسونی. برفین خواهرکم. مرو دیگر برفین نگوی. برفین نیست من مژده. اینطور نگوی برفین. مادرم برایت خیلی خواهرند. قربانت شوم به خانه برگرد. سرد مرو. رو از اینجا گفتم. التجا میکنم به خانه برگرد برفین. خودت رو نابود نکن. تو با این کارهای من دخالت نکن. گفتم که دخالت نکن. بیا تو رو با نزدی مادرم به خانه برم. من بازگشت ندارم. مرا به حالم گذار. با شما ضرری نرسد. با مادرم ضرری نرسد. برفین بسر. خواهرکم با تو چی کار کردن؟ باید مادرم رو خبردار کنم. بعدی کودک را معاینه کردن به دیه برمیگردد.
خوب شد که خبر دادید خاله زلال. من هم برای آقای طاهر خیلی خواطر بودم. اگر تو را نمیدیدم به دهه ورگنیز رفته دکتر را میکفتم. خواطر نشوید بابا، آقای دکتر خوبند. شما در آن دهه چیکار داشتید خاله زلال؟ چیکار میشد دخترم؟ برای دیدن خدیجه رفته بودم. واقعه را در همانجا فهمیدم. آقای دکتر آید خیلی غمگین میشود. بخیر است بابا؟ کماندان سربازان برای دیدن دکتر آمده بود. از مادری دکتر رو یگان خبری یافتند؟ بله خاله زلال. شاید برای دکتر یگان خبری آورده باشد. زکو لبای جناب. گیر با تو امانت. پسرم را خوب نگاه کن. خواطر نشوید جناب. با خواست خدا دکتر کردک را صحت میشوید. نغزه کمتر روی سفید. صحت میشوید. بیایی دکتر رفتیم. چه خدایا این دکتری ماست. تو صحت شدنی پسرم صبر میکنی سینان. مجده در کجا میگردی؟ من به خونه تیمور رفتم. وقتی که در زیر فرمان منی از پیش خودت هیچ کار نمیکنی، فهمم؟ برای اطاعت نکردن از جزا میگیری. رو نزد دری اسیران نوبداری کن. زودتر اطاعت سردارم. زودتر. با او همین خود جزا میگیری سینا. با او از جزا دیدن تربیه بیشتر لازم است که چه؟ تربیه لازم است. تو این دختر رو خیلی حمایه میکنی. کارت نباشه که چه؟ این تب شدنش معلوم بود. این خیلی نگوید. شوهرتان برای محافظت خودمان مرد. در زد و خورد با سربازان برای دعوا جانش را فدا کرد. او جوان مرد بود. یک چیزی رو پرسم. شوهرتان به شما یگان امانت نمانده است؟ من نمیدونم، خبر ندارم. کمی فکر کنید. یک خلطچه از تشکیلات با او داده بودند. باید در همین جا باشد. نیست. فرهاد به خونگان خلطچه نوارده است. گریه نکنید چه بچه ها. اکنون پدرم نیستم. ما را کی صاحبی میکند؟ زیغ نشوید. شما را از این پس تشکیلات صاحبی میکند. چند سال هستی؟ 15. تو چی؟ 14. پدرتان جوان مرد بود. با مرگش غمگین شده. اما وقتی مثل شما شیر بچه ها دارد جاش خالی نمیماند. اگر یگان مشکلی شد ما رو یابید. کمک میکنیم. رفتیم. خدایا کمکم کن. خودم تنها با این دو کودک چی کار میکنم؟ زیغ نشوید مادر جان. تشکیلات به ما کمک میکند. خای بعد چی شد برادر؟ چی میشد؟ مکتوب را پاره پاره کرده به رویش زده است. آقای یشر راست میگویند. فایده ندارد. مورم هم دیگر به قیزبان نزدیک نمیشوم و دلم با سنگ زد. این نالیش نکن اردو. آخر تو مرد هستی. این خیلی نگوید آقای یشر. این عشق است. آسان نیست. الو برادر، در حال از روی نگردان. من میگویم که قیزبان هم به تو عاشق است. انا دیدی؟ تنها من نه، همه چنین میگویم. راست میگویی جنابم. البته دوستم راست است. چی فکر کردی؟ تو این کارها رو از من پرس، از من. گوش کن، یک به تو ناز کرده است آن دختر.
از این رو پس نگرد. اما راهی رفته‌ات خطا است تو. یعنی چه خیلی خطاست؟ بله، این خیلیگاه کردن و عاشق بودنت رو گفتن و مکتوب نوشتنت خطاست. از پسش تماما نگرد. نباشه چیکار کند؟ ها بله چیکار کنم؟ از این پس با پدری دختر نزدیک میشوی، دلش رو میابی، بعد از شهباز دخترش رو خودگوری میکنی. اگر رئیس قیزبان رو به تو دهد، قیزبان یگان چیز گفته نمیتوانم. ها خطر روز میگویم البته نمیتوانم. ای خدا جان، خب بهتر کردن. خدا از شما راضی باشد. من رفتم. را با این بیچاره چرا بازی میکنی؟ گناه نیست مگر؟ قربان جواب یاشم، این کم شوخی بود، یک کم خوشحالی کردیم و خلاص. السلام علیکم. علیکم السلام. خوش آمدید امیر. خوش آمدید. خوش باشید. ما هم تو رو انتظاریم. چی خبر؟ چی کار کردی؟ رئیس جناب سبا گفته را یافتی؟ یافتم اما که آمد. یافتم اما او مرده است. این طور نگوی. اکنون چی می شود؟ ما برات را یافته نمیتوانم. کی میداند او در کجاست؟ رئیس یک پسر داشته است. او مصطفی کماندان را میشناخته است. خب با تو چی گفت؟ آن وقت ها خیلی خرد بوده است. برای همین مصطفی کماندان را در خاطر ندارد. نباشد بهوده گپ نزن دمیر. سراسیمه نشوید. پسر رئیس درباره یک معلم از دهه ارپشم گپ زد. آن معلم پدر دکتر را خوب میشناخته است. اگر آن معلم را یابیم، این طور باشد چی را انتظاری؟ رو با آن ده او را یاب. خوب شده است اما که آمد. این کار آخر ندارد حامد. بهوده سرگردان میشویم. برات را یافته نمیتوانیم. بیا از او دست کشیم. نه یکا دست نمیکشم. اگر من او را نیابم من حامد نباشم. من همین. دیلو زود با بیرم دورو گذران. خوب شد است آقای طاهر. بیرم رو نجا دادیم اما کی زکو. با شرافت شما آقای دکتر یک روی کردید، حیاتتان را در خطر گذاشتید و به مراد رسیدید. خدا از شما راضی باشد آقای دکتر. اگر در شهر می بودید پول زیادی کار میکردید. پول در همه جا یافته می شود، اما چون این دعای خیر در هر جا به دست نمی آید. از برای خدا شما چقدر انسان دکتر. این گپ رو یک طرف مونید. اول باید برای شما یگان جای یابید. من به خودم جای میابم. در اینجا خیش و تبار دارم. از پرا برده مونده کم کم آمده کدک را خبر میگیرم. خیر نغز مانید. خیر تو بزدید. دیلو تو این سوزن درو رو هم گذاران، من حاضر می آیم. شما با کجا می روید؟ با مکتب به نزد زینب می روم. کمی استراحت می کردید؟ خیلی خسته می نمایید آقای طاهر. نه باید اول زینب رو ببینم دیلو. با خیر است بابا ابراهیم، یگم واقعه شد. ما هم به نزد تو می رفتیم دکتر. ما با تو گپ داریم. ببخشید بدتر گپ میزنیم، یک کاری مهم دارم. ایستا درباره خانم رابیه گفتنیم. با مادرم چی شد؟ در حال خواطر نشو. کماندان سربازان به نزد آمده بود، تو رو نیافته به نزد رئیس رفته است. این را برای تو ماند. نه خود همو دارم رو. در حال فکری بند نکن پسرم، اول گوش کن. او گفت که این را بعد یک عملیات از غار سلاحداران یافتند. با فکر قماندان خانم رابیه حالا هم زنده است. یک علاج کرده میابیم گفت. دکتر خواطر نشود گفت. خیلی زیق شد بیچاره. چرا زیق نشود زلال؟ آخر مادرش است. همین خیلو، اما چاره ندارد. دکتر حالا باز خیلی زیق می شود. برای چی رئیس؟ به فکر من مادرش کی ها مرده است.
مادر جان. خبری بد زود پخش می شود. اگر یگان گپ می شد خبرش می اومد. خودت رو بیهوده آب و آدو نکن پسرم. مادرم رو خیلی پزمان شد. در نبودنش چقدر عزیز بودنش رو حس کردم. مادرت را می یابد. بس دیگر گریه نکن. چطور گریه نکنم؟ آخر او مادرم است میفهمید. به مادر بودن مشکل بوده است. اگر با او یکان چیز شود. گریه نکن پسرم. بین من همین جایم. من هم مادرت حساب می شوم. ببخشید. خودم رو داشتن نتوانستم. من باید روم خلای زیلال. خاله، من مادرت هستم پسرم. نه، دیگر نمیتوانم. باید داند مادرش بودنم را، برات بودنش را باید داند. حقیقت رو به او میگویم. تکشای پی در پی که زود تکرار شده ایستادند سبب مرگ دهها مردمی آسایشته گردیدند. موافق خبرها از وزارت کارهای داخله امروزها در استانبول قندشان را زنن آدمانمان در شهر ترس و وهم جاری کردند. همه در هراسند. از این ماشین سوزانی ها نتیجه به دست می آید سینان؟ برای چی نمی آمده است؟ مملکت در زیر آتش، مردم می ترسند، دولت باشد خاموش. یعنی ما هم از راهمان بر نمی گردیم؟ بله همینطور. راهمان را دوام می دهیم، لیکن این قبیله ها برای چی به ما یاری نمی دهند؟ بغیر از یک دو قبیله دیگر از هیچ کجا یاری نمی آید. مجلس گذرانده اتان یگان نتیجه داد؟ با خدا بابا ابراهیم رد کردند. آن کس که رد کردند دهه گوزلچه هم با ما همراه نمی شود. اگر بابا زید باشد دهه آبی کلان با ما همراه نمی شود. آنها که نخواستند دیگر قبیله ها نیز نمی خواهند. بله همین خیل است. به ناموس ها با ما همراه شوند گفته با کشادن مکتبشان هم چشم پوشیدم. گوش کن سینان، دکتر میگوید سازشنامه داشته اید؟ سازشنامه نیست. دکتر دروغگوی است. مادامی که این دیه به تشکیلات نفرت دارد، در این حال من هم مکتبشان را آتش میزنم. این کلمه ها رو با دفترهایتون نویسید بچه ها، فهمیدید؟ من حاضر می آیم. طاهر، خوش آمدید. خوش باشی زینب. برایتون خیلی خواطر شدم. زینب با من کش کن. خیلی خسته می نمایید.
گریه کردید طاهر. مادرتون رو یاد کردید. میدونم که شناسنامه‌شون رو یافتند، اما شما ضیق نشوید، انشالله اون کس رو مییابند. انشالله زینب. من به تو چیزی دیگر میگویم. مکتب رو یک چند روز بستن لازم است. برای چی طاهر؟ سینون با آدمانش در دهه ورگینیز است. اینجا اومدنش ممکن است. آخر شما با سینون شرطنامه بسته بودید. دیگر اون شرطنامه یگان حکمی ندارد زینب. و گوش کن زینب. طاهر، من مکتب رو بسته نمیتوانم. نمیفهمی زینب، فقط برای یک چند روز، بعدا کارت رو ادامه میدی. اصلا شما مرا نمیفهمید. اگر اصلا دارون ترسیده مکتب رو بندم، دیگر یگان کس فرزندش رو با مکتب نمیآورد. شما این رو میفهمید. به این هم با مشکلی آنها رو جمع کردم. میدونم زینب، اما اگر بیایند. خاطر نشوید طاهر، هیچ چیز نمی شود. مادرتون هم یافت می شود، همش خوب می شود. روید، کمی استراحت کنید. روید. تو اینجا بیا. همه را جمع کن، برای هجوم تیار شوند. از من خبر رو انتظار شوید. زودتر. اطاعت سینون. زودتر. رفتیم. مژده، اسیران به تو امانت، با خبر باش. خوب شده است. مژده، چشمت رو از آنها نکن. مایلش کچه. و ده کی هجوم میکنی سینون؟ از دیدی خبر رو انتظارم کچه. نیست. در اینجا هم نیست. اون خلطه‌شو در کجاست؟ در کجا پنهان کرده باشد؟ رفیقانی پدرم در کجا از مادر جان؟ آنها چرا به جنازه نآمدند؟ نآمدن این خیلی بودم بهتر است. شاید پدر از آنها خودش را کشته باشد. کنی گپ زنید جناب سبا. این مسئله مهم برای واخوریمان چی بوده است؟ میدونید ما سردارانمون را به حد حرمت میکنیم، اما آنها ما را فریب میدهند. مثلا آدمان شما با بهانه کمک به خلق هم موقعشان را پرقوت کردند، هم کیسه هایشان را پر ساختند، اما همین که نوبت به ما رسید کار رنگ دیگر گرفت. آخر باید به ما هم نظر کنید. ما هم در این کار سهم گذاشته ایم، لیکن ما را استفاده بردند. جناب سبا، اگر شما را ندانند به مثل قاشقی از شیر برآمده سفید گمان میکنند، مگر شما هم مردم را فریب نداده بودید؟ در نظرشان گویا برای آنها زحمت کشیده ایستادید، اما پنهانی و قاچاق مواد مخدر و انسان فروشی کار نکردید. گپ زنید آخر، چرا خاموشید؟ خیر میلش، خواطر نشوید. به این هم یک لایحه نوی دارم که به شما پسند می آید. لایحه؟ این چه لایحه است؟ شما خوب می دانید که مردم ما مطیع دین هستند. دین ضعیفی آنهاست. سخنی دینی را که شنیدند همه اشان سر می فرارند. ما هم اکنون با نام ظاهری دینی یک تشکیلات نوی می سازیم. یعنی به نزدیکی هم با نام دین جنایت های نو سر می زنند، هم پیشوای تشکیلات نو تأسیس در زیر دستمان یک مواد تیار می شود. وقتش که رسید به هیچ چیز نگاه نکرده بمب امان را می کفانیم. خوب، اما این با ما چی فایده می آورد؟
جناب سبا، اگر ما در بین 2 سال اینها را اجرا کنیم، جمعیت باز به تهلکه می افتد. همه به تهلکه که افتاد چی می شود؟ احوال سیاستچی ها و آنهایی که به ما خلل می رسانند به تنگ می آید. برای شما و ما راه گشاده می شود. یعنی چنانی که می فهمید، یا عادی کرده گویم، به نزدیکی هم شما و هم ما به مقصدمان می رسیم. فقط بمانند ما، شما نیز وظیفه های برگردنتان بوده را اجرا کنید. اینطور باشد ما باید کدام وظیفه را اجرا کنیم؟ مردم را اذیت میدهید، میترسانید، به وهم میارید. هر آنچه مردم را بیدار و هوشیار میکند نیست و نابود میکنید. کاری میکنید که آنها هرگز چشمشان را گشادن نتوانند. جنابی سبا، نکشایند تا از احوال گرد اطرافشان بخبر مانند. شینید خالای زیلول؟ نه، بهترش میستم. بیمارید؟ نه، من صحتم. سوزان دور رو گذروندی دیلو؟ بله آقای طاهر. من با تو گپی مهم دارم پسرم. مایلش خالای زیلول، گوش میکنم. من شما را تنها میگذارم. بخیر از خالای زیلول، یکم واقع شد. گذشته شین. شینید. مرحمت شما رو گوش میکنم. گفتنی بودم که همش را از اول نقل کنم خوبتر می شود. من پسر دارم، نامش برات. میدونم. انا همون برات. مادر، شما رو در خونه نیافته به اینجا اومدم مادر. چی گپ شد خدیجه؟ باز عزیز تو را زد؟ نه مادر جان، نه. حاضر میگویم برای چی اومدم. این دخترتون از خالای زیلول؟ بله، نامش خدیجه، اپایی برفین. خوش آمدید. خدیجه، چی گفتنی بودی؟ بیایید مادر، بیایید رفتی. بیا رفته او را میاریم. آخر تو چرا برفینم رو نه آمد مادر، فکر میکنه دوستان است. برفین با سلاح داران یک جایه شده است. چی؟ تو چی ها میگویی خدیجه؟ تو نفهمی چی ها میگویی؟ برفین به آنها همراه شده است؟ به خدا که راست میگویم مادر جون، میهایش رو بریده است، سر و لباسش هم به مثل آنها، در دستش سلاح، حتی نامش رو عوض کرده است. برفین دخترک شیرینم، با تو چی کار کردم؟ چرا با از گروه بر آمدی؟ رفته او را از اونجا میارم. گوش نمیکند مادر، به من بر نمیگردم گفت. کی میداند آن حیوان ها با او چی کار کرد؟ نه، او را نمیپرتایم، با آن خواهین ها نمیدهم. خالای زیلول، التماس ما رو رها کن. آخر زن و فرزند داریم. به هیچ کجا نمی روید. کنی به جایت گذار. فرمانی سینان است. پسر جانم، کاش وقتی بر اومدنم بیدارت میکردم، تو را بار آخر میبوسیدم، بوی میکشیدم، از تو سیر میشدم. من هم 3 دختر دارم. به خاطر دعوای بیفایده
به مردم ظلم و ستم میکنید. او بال است، گناه از خواهرم. از شما فقط 2 تیر سر می شود، اما فکر نکرده که چند نفر از اون ضرر می بیند. گوش کن خواهرم، پسر من بیمار است. باید او را همیشه نگاه بین کرده دارو دهم. اگر مرا در اینجا نگاه داری او می میرد. تو را التجا می کنم، التماس ما را رها کن. تو دختره که با عقل می نمایی. سلاحت رو پرت و به دهت برگرد. خیلی جوانی، حیف می شوی. از برای خدا ما را رها کن خواهرم. با جویتون گذارید. دستایتون رو بسته نشون دهید. کچه رفته برفین را خبر گیر. برای چی؟ آدم ها را جواب دادیم. خودش تنها چی کار میکند؟ صدایش هم نمی براید. خواطر شدم. با او چیزی نمی شود. اسیران بستن، خواطر نشد. تو چی رشک میبری کچه؟ دختر رو محافظت میکنی، البته سبب دارد. خب مایلش، من خودم رفته خبر میگیرم. هوا هم خیلی خنک شده است. براستی خیلی خنک. من دیروز در نوبداری سخت خنک. ایش خنک خوردن از معلوم نیست. مغز دوست خانم یخ کرد. شنیدم که از این هم خنکتر می شده. خودت را کی می حسابی؟ ندارون درا از جانت سیر شدی مجده. جواب ده. او گناهی ندارد، مجبور شدیم ما را با حجت خانه میبرد. بله دختر گناه ندارد. همین خیل دستانتان را کشادم. حیوان آمده اینها را بری. دختر از تو پایشان را مکر بنده. جان برای این کارت جواب میدهی مجده. این کار جزا دارد، مردن. در اینجا جزا را من تعیین میکنم. زود به خانه درآ. زودتر راه گرد. باز او را حمایه میکنی سینان؟ من گفتم که برای او نقشه دارم کچه. و کارهای من دخالت نکن. دیدی اینجا بیا. لبای سیمون آدمانی باوری ناکد را جمع کن. چی سیمون؟ بعد حیابی کلان هجوم میکنیم. زودتر. همی چوپان دیگر از پسی من ندو. تو لایقی من نیستی ابله. من به تو کار ندارم قزبان، من رئیس را انتظارم. من پدرم چی کار داری چوپان؟ کاری تو چی؟ السلام علیکم رئیس بابا. و علیکم. ایستا چی کار میکنی؟ رئیس. یک رئیس. بخیر است الدو؟ یگان مشکلی داری؟ من میخوام به شما کار کنم. چی کاری خواهید میکنم؟ من پولی زیادتی ندارم که به تو دیم الدو. تو رفته در کوچ چوپانیات رو کنی بهتر است. من پول مول نمیخوام.
تنها میخوام برای رئیس ما که مثل پدرم حرمتش میکنم، خدمت کنم. به آن هم در این دهه بغیر از شما کسی سزاوار خدمت نیست. واه تو چی گفتنت رو میدونی؟ البته میدونم رئیس. شما در این دهه خدمتی زیاد کردید. گوش کن آلدو، یگان درهم هم نمیدیم، فهمیدی؟ فقط مرا به خدمت قبول کنید. معایلش قبولت کردم. دستتان رو ببوسم رئیس بابا. یعنی ببوس. بیا درو. خوب شده. درو. González. Muriendo. السلام علیکم آمد. و علیکم السلام. بیا بکری چی میخوایی؟ پدرم مردند. میدانم. چرا در اینجا بیکار نشستید و به جنازه پدرم نآمدید؟ اما چرا نآمدید؟ خاموش باش، خاموش. برای چی؟ پدرم به شما چی بدی کردن؟ به شما چی ضرر رساندن که او را تنها گذاشتید؟ پدرم را چرا صاحبی نکردید؟ اما گوش کن بکری. پدرت با ما هیچ کاری نکرده باشد هم به تشکیلاتی که ما را صاحبی میکنه خیانت کرد. نمیدونی مادر؟ و مالی تشکیلات چشم مالا کرده دزدی. پدری تو خائن است بکری، میدانی؟ پدری من خائن نیست. آماده باش و چپ کرد. آنها تیارند سینون. آدمانی باوری ناکت همین هایند؟ بله. تو که چه و مژده اسیران را گرفته با دیگر جنگاوران به قرارگاهی در وادی چوار بوده امان روید. همانجا او میخوریم. شما میروید. براز کرد قدم من با شما برای کار روید. زودتر راه گردید. روید. سنانم و تو هم برای کار میخواهم. تشکر جنابی سبا. انا در اونجاست مادر. در کجا؟ دیگرت نگره در اونجاست. خودش تنهاست. چه دوره که مصلحت کردیم تو رفته سلاحای عزیز رو بیار. من باشم بعد رون در آمده برفین رو میگیرم. مادر شما از بین اینقدر سلاح دارون چه خیلی برفین رو میگریزونید؟ خدا بزرگ از خطیچه تو رو. میمورم و تو را از دست نمیدیم. برفی تو را در دستی آن ظالمان نمیمونم. شما خواطر نشوید، من کودک را نگاه میکنم. خیلی خسته شده اید آقای طاهر. رفته کمی استراحت کنید. خوبم جلو، مهم نیست. آقای دکتر چه واقع آمد زکا؟ سلاح داران می آید.
گفتنی بچه ها که بر اومدن نوشته هایم رو میخونن. کنی تو خون جانکن علی به مکتب رفت. شرف یک شرف یک طرف استه هم یک طرف استه. Bir vatan bırakın biz çocuklara, ıslanmış olmasın gözyaşlarıyla. Oynaya oynaya gelin çocuklar, el ele el ele verin çocuklar. Oynaya oynaya gelin çocuklar, el ele el ele verin çocuklar. Duyucu ona zorak kن. فهمیدم شما. به تو گفته بودم معلمه، گفته بودم مکتب را نمیگشایی، گفته بودم. خیلی زود باشه بچه ها. همه جا را شکنه. شود اینجا. دکن چی میخواهی؟ سلام بابا ابراهیم. چیکار شدن پسرم دختر؟ یا خدا، به تو گفته بودم چنان جزایی میدهم که دیگر خواهی هم مکتب را گشاده نمیتوانی معلمه. تو مرگ کودکان را دیدن میخواهی؟ نبین کودکان نرسه. شما آتش زنید. رفتیم برویم. آتش زنید. Apa jo کرده. apa jo چرا میکنه؟
شرطنامه را نباید میشکستی. اکنون تماشا کن. میرویم زودتر. لعنتی ها. فیلمی овозадори қиёми рӯз баъди ҷаҳонгардиҳо, баъди ғарбу шарқ, аврупо ва осиё аз студияи симо дастрас кунед. қиёми рӯз серҷоизатарин филм дар студияи симо. агар зани мани шоза чикор мекунам? пайроҳаи тақдир. филм соли 2011 дар маркази продюсерии Симо Продакшн аз Туркӣ ба Тоҷикӣ гардонида шуд.